تهران آماج صدها فقره عملیات هوایی و پرتابه‌های موشکی در سومین روز جنگ بوده و نقاط متعددی از شرق تا غرب آن هدف قرار گرفتند. تخریب منازل در خیابان‌های ترکمنستان در دشت و سهروردی، بخش‌هایی از سپهبد قرنی، خیابان پودک، یادگار جنوب مرزداران و محدوده مسکونی خیابان پاسداران و میدان فردوسی تهران گزارش شده است. ساختمان اورژانس استان تهران و پایگاه هشتم آگاهی و پلیس مواد مخدر در میدان هر هدف قرار گرفتند. بر اساس آمار رسمی تعداد کشته شدگان عملیات موشکی و هوایی به حدود 555 نفر رسیده است. برق نیمی از تهران در اثر این حملات قطع شده. دسترسی به اینترنت بین‌المللی به 1% کاهش یافته است. افزایش جانباختگان غیر نظامی و به ویژه کودکان در حالی است که چشماندازی برای پایان سریع درگیری‌ها وجود ندارد و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که خود را برای جنگ دراز مدت آماده کردند. علی لاریجانی پیشنهاد ترامپ برای بازگشت به میز مذاکره را رد کرده است.